زمزمه هام زیر صدای موسیقی گم شد. قرار بود امشب عروس من باشم. قرار بود این جشن برای من باشه. قرار بود اون صیغه لعنتی به عقد دائم تبدیل بشه. اما هیچ کدوم نشد. همه چیزو دوستش خراب کرد. همونی که با حسادتش، با هوسش زندگیمو به آتیش کشید. دستم بی اختیار روی شکمم نشست. بغضمو فرو دادم. جنین قشنگم. اگه چند لحظه زودتر حرف زده بودم، شاید حالا تو رو هم از دست داده بودم. پدرتو از دست دادم. زندگیمو هم. اما تو هنوز هستی. حق هام گم شد. ممنون که تا پایان ویدیو همراه هم بودین. برای شنیدن داستان‌های بیشتر کانال یوتیوب رو دنبال کنید. میدونست عکس‌ها ساختگیه. میدونست نقشه دوست خودش بود. همون رفیق قدیمی که از اول چشماشو دوخته بود به من. همونی که پشت سرش به اسم آبرو زندگیمو نابود کرد. لبهام لرزید. نگاهم روی شکمم قفل شد. زمزمه کردم. وی بابات. باور نکرد. حتی نخواست بفهمه. ولی تو کوچولوی من. تو منو باور میکنی نه؟ انگار منتظر جواب بودم. اشکام بیوقفه میباریدن. همون لحظه صدای خفه‌ای پشت سرم پیچید. چی؟ تو حامله‌ای؟ وحشت زده سرم رو بلند کردم. مهراد برگشته بود. با چشم‌هایی از حدقه بیرون زده به من و دستم روی شکمم خیره شد. مهراد سکوت کرده بود. نگاهش روی شکمم قفل بود اما ذهنش جای دیگه پرسه میزد. جایی که حقیقت نمیخواست واردش بشه. لب باز کرد اما نه از روی باور، از روی زخمی که هنوز تازه بود. مهیا، خیلی خوب نقش بازی میکنی. شاید حتی بچم هم نباشه. سینم سوخت. مثل وقتی یه آتیش سوزی از درون شروع میکنه و استخونهات رو میسوزونه قبل از اینکه حتی داد بزنی. تو واقعاً فکر میکنی با این دروغ میتونم برگردم؟ نخندیدم. فقط نگاهش کردم. نگاه آخر. این دروغ نبود مهراد. قدم برداشتم. از کنارش رد شدم. اما درست وقتی گذشتم برگشتم. چشماش به من دوخته بود، سرخ و بی‌رحم. آروم زمزمه کردم. ممنون که تا پایان ویدیو همراه هم بودین. برای شنیدن داستان‌های بیشتر کانال یوتیوب رو دنبال کنید.